الهی ای پروردگار عالم به دلهای ما قوت نصیب بگردان. الهی اراده های ما را محکم بگردان. الهی تا این دم که دروغ گفتیم خدای ما را مورد عفو و بخشش خویش قرار بده. الهی زبان ما را جاری به راست گفتن بگردان. الهی به دستان ما قوت بده تا در راه تو صدقه بکنیم. الهی بخل و حسادت را از وجودمان پاک بگردان. الهی پروردگارا تو با ترکیه چه کردی؟ الهی با سوریه چه کردی؟ خدایا ما دور نیستیم، همسایه های اونها هستیم. الهی شهرها را در یک لحظه همه را خراب کردی. الهی کاخهایی که سالها و سال جور شده بود خدایا در یک لمحه و اشاره همه را ویران کردی. الهی باغهای سرسبز را ویران کردی که اگر اونهایی که دل بیدار دارن ببینن وحشت تمام وجودشان را میگیرد. الهی پروردگار ما از تو میترسیم. الهی از خشم تو میترسیم. الهی به خدایی تو قسم است که ما از تو میترسیم. الهی این گناه ما به این معنا نیست که ما به این باور باشیم تو نمیتونی انتقام بگیری. خدایا این خطای ما به این معنا نیست که ما تو را عاجز فرض کردیم. نه خدایا، ما میدانیم که تو ستاری. خدای این ستار بودنت ما را جرأت داده، این رحمان بودنت ما را جرأت داده، این غفوریتت ما را جرأت داده. الهی ما را ببخش. الهی ما در خانه تو جمع شدیم. تو خود ذات بزرگ و توانای هستی. الهی تو در لحظه و یک اشاره همه دنیا را نابود کرده میتوانی. یا الله تو میتوانی آن چیز را که بر سر ترکیه و سوریه آوردی بر سر ما هم بیاوری، ولی ما خاتمه به خیری را خدای از تو طلب میکنیم. الهی ما را نابود مگردان. الهی دعای ما را اجابت بکن در حق مؤمنان. الهی دعای ما را اجابت کن در حق مظلومین. الهی دعای ما را اجابت بکن در باره اهل زمین. خدای اونهایی که غافلن و دلهای غافل دارن الهی اونها را بیدار بگردان. الهی ما هم غافل هستیم، ما را بیدار بگردان. یا الله انقدر گناه کردیم که وقت دست به در تو بلند میکنیم خدایا کاملا مایوسیم، کاملا ناامیدیم، خجالت میکشیم، شرمنده میشیم. بار بار دست بلند کردیم و بار بار توبه را شکستانیم. بار بار از تو خواستیم و بار بار با تو پشت کردیم. پروردگارا بار بار به ما نعمت دادی، ولی خدایا اگر تو بگیری دیگر همه نعمت ها را به یک لحظه از ما میگیری. خدایا همه چیز را از ما میگیری. خدایا اگر تو به خشم آمدی به هیچ کس رحم نمی کنی. الهی به هیچ کس رحم نمی کنی. پروردگارا با ما لطف بکن. الهی ما را به رحمت خودت بگیر، با لطف و کرمت بگیر. الهی این بندگانت از راههای دور آمدند. الهی همه ایشان اینجا آمدند تا بنده تو بشوند. اینجا آمدند تا از شیطان فرار بکنند. الهی ما همه فرار کردیم از شیطان، به خانه تو پناه آوردیم. یا الله دلهای ما را آرام بگردان. الهی دلهای ما را آرام بگردان با یاد و ذکر خودت. الهی پروردگار ما را از خانه خودت مایوس و ناامید برمگردان. الهی دست خود را مثل گدایان به در تو دراز کردیم. الهی دست مثل گدایان به در تو دراز کردیم. تو شهنشاهی و پادشاهی پادشاهان هستی. الهی نمی شود، نمی سزد که ذات مثل تو دست ما را خالی برگرداند. الهی تو خزانه هایت پر است، همه چیز داری. شفا را تو میدهی، مشکلات را تو حل میکنی، عذاب را تو رفع میسازی. خدایا نابود میکنی تو میکنی، عزت میدهی تو میدهی، ذلت میدهی تو میدهی، حقیر میکنی تو میکنی، عزیز میکنی تو میکنی. یا الله به ما عزت نصیب بگردان. الهی اشتباه کردیم، خطا کردیم، زیان کردیم، نقصان کردیم، بیوفایی کردیم، ناکامی کردیم. خدای تو کریم و مهربان هستی، دستان ما را خالی برمگردان. الهی این عزیزانی که از هر کشور از ما دعا طلب کردن اینا بندگان تو هستن، شاید ترسیده باشن. خدای ما را از خودت بترسان. یا الله من احمد فیروز را از خودت بترسان. یا الله این بندگانی که اینجا جمع شدن و بندگان نیکت را، بندگان مؤمنت را در دنیا از خودت بترسان. یا الله ما در آغوش تو آرام میشیم. یا الله ما نارامیم. یا الله ما را گم کردیم. یا الله ما در بیقراری، در اضطراب، در وحشت زندگی میکنیم. الهی آغوش رحمتت را باز کن، ما را در آغوشت بگیر. الهی ما آغوش پدر و مادر نمیخواهیم، آغوش تو میخواهیم. الهی ما آغوش گرم دنیا نمیخواهیم، آغوش تو میخواهیم. یا الله رضای تو برای ما مهم است. الهی رضای تو برای ما مهم است. الهی رضای تو هر چه باشد ما آن را خواهانیم.
الهی پروردگار به خطاهای ما نبین، به ضعیفی ما نبین، الهی به بی‌وفایی ما نبین. خدای ما ناتوان هستیم. الهی شیطان به ما ظلم کرده، الهی شیطان و نفس به ما ظلم کرده. الهی ما را از اسارت نفس خلاص بکن، از اسارت شیطان خلاص بکن، از زندان دنیا ما را خلاص بکن. یا الله مونس غمخوار ما تو باش. یا الله در قبر ما را تنها نگذار، روز قیامت ما را تنها نگذار. الهی با خشم به ما نگاه نکن که ما تاب و توان و طاقت خشم تو نداریم. یا الله در یک اشاره شهرها را ویران میکنی، در یک اشاره آبادی ها را ویران میکنی، در یک اشاره نعمت ها را میگیری، در یک اشاره اطفال و زنان و پیران را خدای همه را هلاک میکنی و به قتل میرسانی. یا الله ما تاب و توان و طاقت عذاب تو را نداریم. یا الله، یا الله گناهگار هستیم. یا الله، یا الله روسیه هستیم. یا الله شرمنده ایم. یا الله خجالتیم. یا الله چیزی نداریم که به پیش تو پیش بکنیم. یا الله تو کریم هستی. ما خانه تو آمدیم، میزبان دست خالی ولی مهمان غنی دارد. پروردگار خزانه های تو پر است. الهی دستان ما را خالی برمگردان. الهی مریضی را شفا تو میدهی. یا الله امراض ما را شفا تو میدهی. یا الله شفای عاجل به تمام مریضان اهل اسلام نصیب بگردان. الهی اونهایی که اولاد ندارن اولاد نصیبشون بگردان. یا الله اونهایی که اولاد دارن نماز نمیخوانن، یا الله نماز خوانشون بگردان. یا الله فرزند من و عالم و حافظ کامل قرآن بگردان. الهی پروردگارا زنان ما را عفت و پاک دامنی نصیب بگردان، اخلاق زنان ما را صالح بگردان. یا الله ما بندگان تو هستیم. خدایا ما زجه زدیم، خدایا هنوز عذاب نیامده، هنوز عذاب به سر ما نیامده. این گریه های ما پیش از عذاب است. یا الله ما استغفار دلم میکنیم. یا الله ما استغفار دلم میکنیم. الهی پروردگار دستان ما را خالی برمگردان. یا الله، یا الله از گناه خسته شدیم. یا الله از گناه خسته شدیم. یا الله الهی اون شهرهایی که ویران کرد اونا چی کرده بودن؟ یا الله ما نمیدانیم گناه چی کرده بودن ولی خشمت را پروردگارا به سر اونها باریدی. یا الله به ما توبه نصیب بگردان. یا الله ابوین شریفین مرا و پدر و مادر اهل مجلس مرا پروردگارا جنت نصیبشان بگردان، از گناهانشان درگذر. عزیزانی که از کشورهای بیرون به ما تماس کشیدن ورق دادن که دعا طلب کردن، خدایا مشکلاتشان را حل بفرما. برادرای تاجیکستان، برادرانی که در روسیه هستن، مسلمان برادرایی که در ازبکستان هستن، برادرایی که در کانادا و آمریکا هستن و در ایران هستن، الهی توبه نصیبشان بگردان. الهی دستشان از قمار بگیر، دستشان از معصیت و گناه بگیر. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین.